به عنوان مثال راجع به فندق صحبت شد که پر از امگا 3 است، اثرات آنتی اکسیدانی داره. این میتونه روی سندرم تخمدان پر از کیست تاثیر خوب داشته باشه، مثل انواع آجیل ها، مثل سبزیجات برگ‌سبز، مثل غذاهای تازه. برعکس آنچه که غذاهای فراوری شده، اونایی که خیلی سرخ کردنی هستن و یا از روغن‌های اشباع در مسیر تهیه‌شون استفاده میشه و یا قند و شکر زیاد دارن که فرایند التهاب رو در بدن زیاد میکنن، اینها جزء تغذیه‌های نامناسبن که باید این افراد کنار بذارنش. دوباره بریم توی بحث خواب. کسایی که دیر میخوابن مقاومت به انسولین تو بدنشون افزایش پیدا میکنه، مستعد دیابت میشن، مستعد سندرم تخمدان پر از کیست هم میشن. خود خواب به موقع با تنظیم هورمون ملاتونین میتونه تخمک گذاریشون رو بهتر کنه و با تنظیم هورمون کورتیزول میتونه اضطراب این افراد رو کاهش بده. بریم سراغ قدم بعدی که ورزشه. مطالعات نشون داده فعالیت بدنی متناسب، نه بیش از اندازه و نه بی‌تحرکی، میتونه این مقاومت به انسولین رو بشکنه و روی سندرم تخمدان پر از کیست و تخمک گذاری مناسب نقش داشته باشه. در مورد کنترل استرس هم مطالعات نشون داده که اگر استرس کنترل بشه، هورمون کورتیزول توی بدن متناسب باشه، تخمک گذاری به خوبی انجام میشه. در کنار تغییر سبک زندگی، بعضی از مفرده ها مثل رازیانه، مثل بابونه، سیاهدانه، شنبلیله، اینها مطالعاتی داره که نشون داده شده که میتونه روی مقاومت به انسولین و برقراری قاعدگی طبیعی بعضی از علائم دیگه سندرم تخمدان پر از کیست میتونه تاثیر خوب و جدی داشته باشه.